بهترین علم عقیده هست، چون بزرگترین بحث آن عاید الله عز و جل خالق مخلوقات است. دلخواه علم درباره مخلوقات سخن میکند، خواه علم های دینی خواه علم های دنیوی، تمام علم ها عاید مخلوقات سخن میکند. حتی قسمتی از علم عقیده مانند ایمان به فرشتگان درباره فرشته ها صحبت میکند که این فرشته ها مخلوق هستند، یا عاید علم جن، یا صحابه ها، یا پیغمبرها، اینها مخلوق هستند. اما علم توحید و علم عقیده که علم توحید جزئی علم عقیده هست، خاصتا علم توحید مخصوص درباره خالق تمام مخلوقات الله عز و جل بحث میکند. بنابراین شرفی هر علم بنابر شرف معلومات است و پیغمبران الله تعالی همه آنها به مردم الله تعالی را معرفی میکردند. در سوره انبیا آیت 25 الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما به تمام پیغمبرانی که پیش از تو پیغمبر فرستانیدیم با آنها وحی دادیم که به مردم برسانند که لا اله الا انا، غیر من دیگر معبودی بر حق نیست، غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست، معبودی بر حق نیست. فاعبدون، پس تنها الله تعالی را پرستش کنید. و در سوره نحل الله تعالی میگوید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر یک قوم پیغمبر فرستانیدیم، به هر یک امت پیغمبر فرستانیدیم. وظیفه آنها این بود که به مردم میگفتند که ان اعبدوا الله، الله تعالی را یگانه پرستش کنید و از عبادت طاغوت اجتناب ورزید، یعنی از عبادت غیر الله تعالی دوری جویید. یعنی این مهمه وظیفه پیغمبرها بود، همه پیغمبرها به همین دعوت میکردند. این دلالت به مهم بودن این موضوع میکند. و حضرت انس رضی الله عنه میگن که شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را که میگفتند که الله تعالی چنین گفت، یعنی حدیث قدسی هست: یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرة. ای بچه آدم، الله تعالی میگوید لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر با یک زمین گناه مرا واخوری، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، سپس مرا واخوری و به من چیزی را شریک نآورده باشی، لاتیتک بقرابها مغفرة، من بر عوض یک زمین گناهت یک زمین مغفرت میدهم، به شرطی که شریک نآورده باشی. برای شریک نآوردن علم توحید آموختن لازم است، علم آموختن لازم است. این شریک آوردن فقط بت پرستی نه برادرای عزیز. محبت، توحید، شرک در محبت میشد. گاه انسان یک مال، پول، وظیفه یا یک مخلوقی را دوست می‌دارد که مثل الله تعالی، این شرک است. یحبونهم کحب الله، آنها الله تعالی را هم دوست می‌داشتند لیکن غیر الله تعالی با دیگر چیزها را هم دوست می‌داشتند، مثل محبت الله. این شرک است. یا خوف، مانند خوفی از الله. کسی از الله ترسد ولی از یگان مخلوقات الله تعالی هم ترسد، نه ترس طبیعی، ترس طبیعی که انسان از شیر میترسد یا از آتش میترسد، این ترس طبیعی باقی ندارد. لیکن از یک مخلوق چگونه ای که ترسد که مثل الله تعالی میترسد، این شرک است و خیلی نوعهای زیاد دارد.
و گاه ها میشد که بنده عملهای صالح دارد مثل روزه، نماز، زکات، ولی از سبب اینکه در عقیده خلال دار بودنش او دوزخی میشد. بنابراین برای هر یک مسلمان حتمی هست که علم آموزد و به همگان معلوم است که اهل دوزخ در سوره تبارک الله تعالی نقل میکند که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اهل دوزخ میگن که اگر ما در دنیا گوش میکردیم به اهل علم و آن چیزی که میشنیدیم آن را میفهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، امروز ما دوزخی نمیشدیم. این جهل، نادانی سبب هلاکت است برادران عزیز. بنابراین برای هر یکی ما و شما علم آموختن، خاصتا علوم عقیده و این چنین علم حلال و حرام واجب است. طلب علم برای هر یک فرد مسلمان واجب است، حتمی هست. کسی اگر طلب علم نمیکنه گناهکار میشود. خاصتا این فرصتی که امروز الله عزوجل برای ما داده است، اگر ما این غنیمت ندانیم روز قیامت وای بر حال ما. امروز شرایط شنیدن سخن حق است. کسی نمیشنود، کسی وقت جدا نمی کند، کسی به دیگرها نمی رساند، او مسئول است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای آنهایی که ایمان آوردید خود و اهل و عائله خود را از آتش دوزخ نگاه دارید. هر یکی شما مسئول هستید که خودتان و اهل و عائلتان را از آتش دوزخ نگاه دارید. چگونه نگاه می‌دارید؟ با شنیدن سخن الله و با شنیدن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید در حدیث بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من مات و هو یدعو من دون الله ندا دخل النار. کدام آدمی که از دنیا وفات کند و حالان که غیر الله تعالی را پرستش میکرد، از غیر الله تعالی یاری میپرسید، باید دوزخی هست. یک آدم گاه نماز میخونه، گاه روزه میداره، حج کرده است، ریشش در اسلام سفید شده است، ولی از سبب بیسوادیش در او شرک دیده میشد. بنابراین عملها را حبطه میکنند. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی میگوید که ما عملهای کافران را مانندی خاکی که بادی که در روز شمال در هوا پف کرده شده زمین گونه کردیم، بیهوده کردیم. عمل کردند، عمل داشتند، عملی بودگی را. بنابراین بسیار حدیث ها هست که دلالت میکنند که گاه ها بعضی گناه ها عمل را حبطه میکنند، بیکار میکنند. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. الله تعالی در سوره بقره گفت که آنهایی که ایمان آوردید صدقه های خود را با منت و اذیت باطل نکنید. یعنی آدم مال خود، پول خود از جان و جگر برآورده خیر میکند، ثواب عظیم میگیرد. الله تعالی میگه که همین عملی که کردی بیهوده نکن. یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه من ترک صلاه العصر فقط حبط عمله، کسی نماز عصر را ترک کند عملش بیهوده میشه. عملهای پیشینه، ثوابهایی که به دست آورد گاه ها به اجرای بعضی گناه ها برباد میرود. از جمله الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای آنهایی که ایمان آوردید آواز خود را از آواز پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند نبردارید. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. عملهای صالحی کردگیتان بیهوده میشد و حال که شما حس نمیکنید. این دلالت میکند که گناههایی هست که عملهای صالحی که انسان جمع کرده است، همین گناه ها اون عملها رو بیهوده میکنند. خب اون گناه ها کدام است؟ آموختن لازم است. بنابراین برای ما و شما حتمی هست که این ساعت ها، این لحظه ها را غنیمت دانیم، علم آموزیم، گوش اندازیم، فهمیم، وقت های خود را با دیگر عمل های گناه و عمل های بیفایده ضایع نکرده، بلکه با طلب علم مشغول شویم. و ما کتاب ایمان صحیح بخاری را
شروع کرده بودیم. انشالله چند حدیث های باقی ماندگی است، تقریبا 13 حدیث باقی ماندگی است. اون حدیث ها رو انشالله شرح میدهیم کم کم و روزی سه شنبه انشالله هر هفته روزی سه شنبه از کتاب های عقیده، حالا از کتاب ایمان صحیح بخاری و من بعد از کتاب تهاوی که شروع کرده بودیم ادامه میدهیم. شرح ها رو روز سه شنبه درس عقیده می شود و روز شنبه انشاءالله در پخش مستقیم درس های فقهی و عمل های شبانه روزی انشاءالله ادامه میدهیم و به قدر امکان به بعضی سوال ها جواب میدهیم. و حالا میتونید یگان زنگ قبول کنید، بعد یک حدیث شرح میدهیم. خیلی خوب. تماشابینان عزیز، این واسه ها مدیراتور سیلکا رو به پایان به شما روان میکنه تا که شما توانید به برنامه وارد شوید و بعضی سوال های خود جواب ها گیرید. داملا میگویند که هر کسی که لا اله الا الله گفت و محمد رسول الله گفت به بهشت می آید. شما این واسه ها درباره توحید خیلی سخن های خوب گفته گذاشتید و چی در نظر داشته شده است در همین یک حدیث کوتاه؟ بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. کسی که لا اله الا الله گوید وارد بهشت می شود، قید و شرط ها دارد و در دیگر حدیث ها در هر حدیث یک قید آمدگی هست و بنابراین بعضی علما شرط های لا اله الا الله را 7 تا گفتن و بعضی علما 8 تا گفتن، جمع آوری کردن. می شود در یکی از حلقه ها این شرط ها را شرح دهیم. شاید در کتاب توحید امام بخاری می آید و این به آن آدمی که در یک حدیث دیگر به قید من کان آخر کلامه من الدنیا آمده است. کسی که آخرین کلامش از دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت میشد، یعنی محمد رسول الله شم است. و اما کسی اگر لا اله الا الله گوید، محمد رسول الله گوید با زبان و با دل گوید و عمل نکنه، نماز نخواند، زکات ندهد، روزه ندارد، علم نآموزد، طهارت نکند، غسل جنابت نکند، به شریعت عمل نکند، او به لا اله الا الله عمل نکرده است. ایمان این قول است و عمل است. یعنی فقط لا اله الا الله با زبان گفتن انسان به جنت نمیبرد. چخیلی که حدیث هایی که امام بخاری در کتاب ایمان آوردن زیاده از 50 حدیث آوردن رد به مرجئه هست. مرجئه این یک فرقه گمراه، فرقه باطلی که در ابتدای اسلام ظهور کرد. اینا میگفتن که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته گرد کفایه هست، نه نماز خوان، نه روزه دار، نه از گناه ها پرهیز کن. ببینید بعضی حدیث ها رو مثال آوردیم که کسی نماز عصر را اگر ترک کند عملهاش بیهوده میشد. بعضی بسیار حدیث هایی که امام بخاری آوردن، یا بعضی حدیث ها رد به خوارج، بعضیش رد به مرجئه، برای آنکه اساسا در ایمان این دو طایفه خلاف کلان دارند.